تاریخ شفاهی افغانستان با پروفسور میر محمد امین فرهنگ. تاریخ شفاهی افغانستان برنامه است برای نقد گذشته در جهت روشن شدن راه آینده. در اواخر دهه دموکراسی اوضاع طور برهم خورد که هر لحظه احتمال عظیم موجود بود که شاید یک تغییر بسیار بنیادی و اساسی در افغانستان رونما شود. ایشان تاریخ زنده است و در عرصه‌های مختلف دولتداری و سیاست افغانستان حضور داشته است. وقتی که آقای شفیق کوشش کرد که مسئله آب هلمند با ایران حل کنه، باز هم این مخالفت‌ها اوج خود رسید. پروفسور فرهنگ با اندوخته‌های علمی و تجارب گرانبها تاریخ ما را صادقانه بازگو می‌کند. نام خدا. تاریخ شفاهی افغانستان برنامه است برای نقد گذشته در جهت روشن شدن راه آینده. این سعادتی است که دکتر صاحب فرهنگ را با خود داریم. ایشان تاریخ زنده است و در عرصه‌های مختلف دولتداری و سیاست افغانستان حضور داشته است. من خلاصه برنامه چهارم را خدمت شما عرض می کنم. سوی استفاده از فضای آزادی دهه دموکراسی به جای استفاده درست و مشروع. جالب این است همانهایی که در زمان دموکراسی به جای تقویت مردم سالاری آگاهانه یا ناآگاهانه با شعارهای تند و داغ آن را تخریب می نمودند، بعد از کودتا سکوتی عجیب نمودند، حتی اظهار نظر نیز نمی کردند. امروز 4 جوزای 1405 برابر با 25 می 2026 میلادی در خدمت شما بیننده های گرامی هستیم و شما را صمیمانه خوش آمدید عرض می کنیم. با تشکر ویژه از استاد بزرگوار که با تمام مصروفیت های فرهنگی که دارند لطف میکنه وقت خود در خدمت مخاطبان رادیو کتاب، یا بهتر بگویم در خدمت همه وطندارا، آنانی که دلشان برای آزادی افغانستان میتپه، میگذاره تا ما از فرمایشات پندآموزشان بیاموزیم. استاد مایک در خدمت شماست. با تشکر از لطف و حضور شما. مهربانی است. تشکر به پیادت به آقای حسینی و همچنان سلام و احترام به شما، همکارانتان و بینندگان و شنوندگان محترم. در آخرین گفتار خیلی یک هفته قبل راجع به بعض مشکلات صحبت کردیم که در راه تطبیق دموکراسی در افغانستان متاسفانه گذارده شد. در اواخر دهه دموکراسی اوضاع طور برهم خورد که هر لحظه احتمال عظیم موجود بود که شاید یک تغییر بسیار بنیادی و اساسی در افغانستان رونما شود، مخصوصا که بعد رسانه‌های بین المللی بعض اشعارها می‌دادند که اگر اوضاع به این منوال ادامه پیدا کنه شاید دهه دموکراسی با یک بحران عمیق دچار شد. علایق این بحران آهسته آهسته در دوره حکومت دکتر عبدالظاهر خان و سپس در دوره حکومت کوتاه مرحوم محمد موسی شفیق نمودار شد. در دوره 4مین صدر اعظم دهه دموکراسی یعنی دکتر محمد عبدالظاهر خان که تقریبا 1 سال را در بر گرفت، دوره حکومت از او 2 حادثه بسیار تناب دیگه رخ داد که هر دو ضربات شدید بر پیکر دموکراسی جوان افغانستان وارد کردند. یکی موضوع مناقشه بر مسئله زبان بود. در وقتی که قانون مامورین افغانستان ساخته میشد و در پارلمان مطرح شد، در اونجا در یک ماده ذکر شده بود که مامورین دولت افغانستان باید همه به زبان ملی پشتو آشنایی داشته باشند. برای اولین بار در تاریخ افغانستان
یک تعداد وکلای پارلمان دری زبان اینا در مقابل این ماده یک عکس العمل نشان دادن و گفتن در صورتی که چنین یک شرط گذاشته میشه باید است در پالی از او این شرط هم گذاشته شود که در مناطقی که مامورین دولت با زبان دری آشنایی ندارن اونا هم زبان دری را حتما یاد بگیرن. این مسئله که در پارلمان مطرح شد بحران بسیار شدید زبانی را برای اولین بار به صورت علنی در افغانستان به وجود آورد و برای اولین بار هم دیده شد که دری زبانان دیگر خاموش نیستند بلکه در این پرتو دموکراسی و قانون اساسی جدید از این موضوع یاد میکنند و از زبان دری هم مانند زبان پشتو به مساوی دفاع میکنند. موضوع متاسفانه در پارلمان از پارلمان در محیط و از محیط رسانه ها آمد و بسیار یک جنجال کلان را مساوی به یک بحران سیاسی بود به وجود آورد و طرفین با اظهار نظرهای متضاد بسیار به هم دیگر ملال شدید میکردند تا اینکه قضیه به پادشاه رجوع داده شد و پادشاه افغانستان به حیث یک مقام خارج از قوه ثلاثه و یک مقام بی‌طرف این موضوع را اندازه زیادی در اثر مذاکره با طرفین دعوا حل کرد و آهسته آهسته موضوع خاموش شد اما به کلی تا به امروز از بین نرفت. بحران دوم وقتی به وجود آمد که در دوره حکومت دکتر عبدالظاهر خان یک افغانستان مواجه یک بسیار خشکسالی بسیار شدید شد و کسبی که در تمام افغانستان خصوصا در مناطق شمال و جنوب و غرب و اینجا کمبود آب نمودار شد و مردم بسیار به مشکلات شدید مواجه شدند. یک تعداد مردم حتی کشور را ترک کردند و مهاجرت های داخلی صورت گرفت. اوضاع به کلی بحرانی شد و حکومت هم نتوانست که این قضیه را بسیار زود حل کنه. گرچه مرحوم شفیق که در کابینه دکتر عبدالظاهر خان وزیر خارجه بود با یک پیامی که به جهان فرستاد از جهان کمک خواست و کمک های بین‌المللی هم به افغانستان آمد برای مبارزه با خشکسالی و کمبود مواد غذایی و غیره. اما همین گروه های سیاسی که فعال بودن این پیغام شفیق را گدایی دانستن، گفتن که حکومت افغانستان از جامعه بین‌المللی دست به گدایی پیش کرده و میخواهد که به این ترتیب پرابلمی را که باید خود ما حل کنیم توسط جامعه بین‌المللی حل میکنه و این برای افغانستان بسیار جای خجالت است. در حالی که این موضوع تو نبود در تمام دنیا تا امروز دیده میشه وقتی که یک کشور با یک بحران اقلیمی باشه جنگ باشه هرچی باشه مواجه میشه و مردم مشکلات میبینن فوراً کمک های بین‌المللی میرسه بدون در نظر داشت مسائل سیاسی. اما اون وقت در افغانستان این موضوع رو بسیار یک تعداد مخالفین دولت بلند ساختن و این را یک نوع دست گرایی و تقییدی به کشورهای خارجه تلقی کردن و این را تبلیغ میکردن. بعد از اینکه دکتر عبدالظاهر خان در اثر کوتاهی هایی که رخ داد استعفا داد و آقای شفیق آمد باز هم سلسله خرابکاری ها ادامه پیدا کرد. چنانچه وقتی که آقای شفیق کوشش کرد که مسئله آب هرمند با ایران حل کنه باز هم این مخالفت ها اوج خود رسید. در مورد آب هرمند باید بگوییم که نظر به مخالفات و قراردادهای بین‌المللی ایران از دریای هرمند اخابه داشت. منتها در افغانستان با وصف میانجیگری های مختلف و مذاکرات مختلفی که قبلا صورت گرفته بود مقدار آبی که باید از ایران به دست می آورد معلوم نبود و چند باری فیصله شده بود اما از طرف هر دو کشور بعضا قبول و بعضا رد شده بود. از او خاطر شفیق کوشش کرد که این موضوع را حل کنه در اثر مذاکراتی که صورت گرفت و این مذاکرات از وقت آقای اعتمادی شروع شده بود اما ملتوی مانده بود. آقای شفیق موضوع را دوباره دنبال کرد با ایرانی‌ها صحبت کرد با متخصصین بین‌المللی صحبت کرد و بالاخره به این نتیجه رسیدن که
مقدار معین آب برای ایران داده شود و متوقع آب دریای هلمند که به ایران میره افغانستان از او استفاده کردن نمیتونه، او قیمتش مانند سایر ثروت‌های طبیعی تادیه شود، یعنی قیمت برزی گذاشت و این طرف قبولی از اون طرف واقع شد. وقتی این موضوع به پارلمان رفت و پارلمان بسیار مورد اعتراض قرار گرفت و این آب فروشی را به مسابقه وطن فروشی و خواب فروشی اعلان کردن و مقابل از این یک سلسله تبلیغات شروع کردن. این موضوع به از طرف گروه‌های سیاسی که در مظاهرات اینا شرکت داشتن هم به اونجا سرایت کرد و اونا هم در پارک زرنگار که میدانگاه و محل اعتراضات گروه‌های سیاسی بود به اونجا این مطرح می شد و هر گروه به شمول چپی ها از دو گروه چپی و اخوانی ها و آقای میوندوال و اینا در بیاناتی که می دادن افغانستان و دولت افغانستان را متهم به روش خاک می ساختن، در حالی که هیچ مفهوم نداشت. چرا؟ در همون وقت نفت افغانستان، گاز افغانستان به قیمت بسیار کم به شوروی داده می شد، هیچ اعتراض نمی کردن، در حالی که گاز و نفت یک موادی بودن که وقتی که ختم می شدن دیگه وقتی برای همیشه خاتمه پیدا می کردن، در حالی که آب ثروت طبیعی است که هر سال اگر ختم میشه باز سال آینده پس احیا میشه، پس در اثر بارش‌ها و رسوبات سماوی به وجود میآید. اما این کسی سرش فکر نمیکرد، فقط میگفتن که آب را فروختن، وطن را فروختن، خاک را فروختن. تمام این چیزا باعث ازی شد که زمینه را بر ازی مساعد بسازد که یک کودتا صورت بگیرد و در اینجا سلطان داود خان و گروهش هم فعالیت داشتن و برای خرابی اوضاع اینا هم فعال بودن. بالاخره نتیجه می شد که منجر به کودتای 26 سرطان شد و اوضاع در افغانستان به کلی به سمت دیگر رفت. بله، یک دنیا ممنون استاد، خیلی عالی و آموزنده بود. فقط یک سوالی که در شخصیت ظاهرخان مرحوم مرتبط میشه در ذهن ما آمد. من یک جایی از کسی شنیدم یا در جایی خواندم که ظاهرشاه وقتی قیمت آب خبر شد از نظر عاطفه انسانی متاثر شد که آب نعمت خدادادی است، چرا سر ایرانیا مفروشین. در این مورد شما چیزی خاطره یا به ذهنتان است یا نه؟ نه خیر، نه خطور نبود. من در این مورد برای پادشاه سابق افغانستان صحبت کردیم و گفت که راه حلی که پیدا شد این مطابق به خواسته های هر دو طرف بود، یعنی افغانستان هم این را قبول کرد. یگانه کاری که ظاهرشاه کرد که امروز بعضی کسا انتقاد هم میکنند این بود که بر علاوه مقدار آبی که حالا مقدار معینش نشر شده اما به خاطر من نیست، چیزی که بر فیصله شد که ایران اون حق آبیش از کوره بگیره، یک مقدار کمی دیگره پادشاه افزود بالای از او. چرا؟ گفت که ما روابط دوستانه با ایران داریم و ایران با ما کمک میکنه و مردم بلوچستان ایران و این مناطق از کمابی در رنج هستند، بهتر است که فعلا ما از آب زیاد استفاده کردن نمیتونیم، یک مقدار معین به صورت مؤقت افزود شود به حق ایران. یعنی پادشاه افغانستان اعتراض نکرد بلکه قبول کردنی راه حل مسئله آب هلمنده. خب بسیار خوب صاحب. یک روایت هم است که از نظر عاطفی متاثر شده بود که آب نباید قیمت بگیرین، پس با یک بخشش شاهانه امو بزرگواری و مناعت طبع خود نشان داده، مخصوصا برای بلوچای ایران که واقعا در قحطی آب مبتلا است. بله، اما بازم یک چیز دیگه بگویم موی بردازی که پادشاه افغانستان با کلی از گرفتن قیمت آبی که به ایران میرفت آب اضافی صرف نظر نکرد، فقط از آب اضافی یک مقدار کمی را مجانی به ایران نظر به حسن روابطی که بین طرفین بود او را داد، اما باقی مانده آبی که اونجا میرفت او را قیمتش تقاضا کرد و هم یعنی به کلی آب را بخشش نکرد به ایران. بله، به کلی بخشش نکرد، اما
سهم ایران از آنچه که در قرارداد شده بود یک کمی بیشتر ساخت. مخالف انتقاد میکردن که چرا این کار بدون اجازه ملت افغانستان انجام داد، که خب این گپشان هم شاید یک اندازه معقول باشه، برای که موضوع را باید در پارلمان حل میکرد. اگر خودشان امو قانون مراعات میکرد استاد، گپشان خیلی معقول بود، ولی متاسفانه وقتی که دیدیم سر قدرت رسیدن، نه تنها که عملی نتانستن بلکه عملا کل افغانستان در بدر اسلحه فروخت. دیگه این خیلی تاریخ روشن است. بله استاد، همین مسئله زبان خیلی شما خوب ریشه‌ای به او پرداختین. افغانستان از همین خاطر خیلی رنج میبره همیشه. گاهی ایره آدمای بزرگوار مثل شما جرأت میکنه میگه و اکثر سیاستمداران نمیگه، یک رقم کتمان میکنه. من باب مثال آدم مثل پوهانزیار که 20 سال در مورد زبان فارسی در افغانستان تحقیق کرده، او به وضوح در سفارت جمهوری اسلامی یعنی حکومت گذشته در جلسه نویسندگان یادآوری کرد که امی دری گفتن یک چیزی فکاهی ورست، مسخره است. زبان فارسی است، منتها لهجه های مختلف داره. دری یکی از نامهای قدیمی از این زبان است. باختری صاحبا میره گفته که دری به دو دلیل یک نام با مسماست برای فارسی. یکی که در تخار گفته می شده و این زبان تخاری آیسته آیسته دری شده، یکی همی که به دربار گفته می شده. این دو دلیل باختری صاحب ذکر کرده. و جالبی است که ما شما وقتی در مجالس رسمی بگوییم فارسی، یک نفر برمیخیزه عکس العمل نشان میده میگه دری. برای من این سوال است که آیا با دری گفتن و فارسی گفتن این زبان عوض میشه؟ خود طبعا نمیشه، اما لهجه ها بدون تردید متفاوت است. حتی در داخل افغانستان لهجه هرات کابل متفاوته، لهجه کابل و مزار، لهجه مزار و قسمت مرکزی افغانستان یا هزارجات که فارسی میگه منتها در یک لهجه مخصوص، اینا متفاوته. همچنان در ایران. به نظر شما به عنوان یک آدم مجرب سیاسی چی راه حلی برای همین معضل زبان در افغانستان پیشنهاد میکنین؟ ما ببینید وقتی که ما به سابقه این مطلب رجوع کنیم، در سلسله معضلات سیاسی در اینجا وجود داشت. در وقتی که قانون اساسی 1964 در لای جرگه افغانستان مطرح شد، در اونجا در ماده‌ای که مربوط به زبان بود، وقتی که گفته شد که از جمله زبان، یعنی اول تو گفته شده بود که پشتو و دری و فارسی اول گفته بودن این دو زبان رسمی افغانستان است. یک تعداد از وکلا تحت ریاست غلام محمد خان فرهاد اینا اعتراض کردن و گفتن که دری و بود فارسی میگفتن. فارسی اصلا زبان بر افغانستان نیست، فارسی مربوط به ایالات فارس ایران است. ما تنها اکثریت مردم افغانستان به پشتو صحبت میکنن و لحاظا باید تنها پشتو زبان رسمی و ملی افغانستان باشه. در اینجا در دوی جرگه یک تعداد وکلا دری زبان، فارسی زبان اعتراض کردن و گفتن که نخیر، ما دو زبان داریم، دو زبان اصلی که پشتو و فارسی است و فلازا باید است که همین هر دو در قانون اساسی ذکر شود. در اینجا مناقشه بسیار شدید شد و بالاخره بعضی ها گفتن که فارسی میگفتن برای که اتو نشان بدن که گویا این زبان مربوط به ایالت فارس ایران است و زبان اصلی نیست، تنها پشتو اینجا زبان اصلی است. اما موضوع باز بحث شد و از اون خاطر در اونجا پیشنهاد شد که عوض فارسی دری بگوین که دری زبان اصلی و قدیمی همین لهجه افغانستان است. لحاظا عوض فارسی که ما را خلاص کنه از زیر یوغ ایالت فارس ایران، ما را بهتر است که دری بگویم، به زبان اصلی و قدیمی خود مراجعه کنیم و به این شکل این در قانون اساسی درج شد و همه هم قبول کردن. یگانه کسی که باز مخاطعه کرد با قانون با لوی جرگه غلام محمد خان فرهاد بود که اول کار کرد و دیگر نامد در مجالس، اما پسانتر خود او هم متوجه شد که باید از پس بیاید
و بازپس به مجلس مراجعت کرد و ما دیگر در این باره کدام خانه گفتن نتانست و فقط عبدالله خان داوی پیشنهاد کرد که در واقع به که از جمله زبانهای افغانستان پشتو و دری زبانهای رسمی هستند و سایر به این ترتیب سایر زبانهای افغانستان را هم یادآوری کرد. بله صاحب، عبدالهادی داوی پیشنهاد کرده. بله بله. بسیار خوب صاحب. همین جمله از جمله زبانهای موجود در افغانستان دری و پشتو یا پشتو و دری زبانهای رسمی هستند. امیر عبدالهادی خان داوی هم ماده دوم یا سوم این اصلاح کرد. بسیار عالی صاحب. غلام محمد خان فرهاد از کدام ولایت افغانستان بود و چه کاره بود؟ غلام محمد خان فرهاد از وردک بود فکر میکنم، از شاروال کابل بود و رئیس جمعیت یا حزب گفته نمیتونه جمعیت افغان ملت. بسیار تشکر استاد. در برنامه قبلی در مورد موانع دموکراسی گپ می‌زدیم، شما در قحطی سال 1343 اشاره کردین. در اونجا امی دوستایی که گفتنی دست به تجدی دراز میکنه، اینا امی اعضای حزب دموکراتیک خلق و اعضای منتسب به اخوان المسلمین بودن یا دیگه کسا بود؟ ببینید من در یکی از جلسه گذشته گفتم که متاسفانه در جامعه افغانستان تقریبا همه گروه هایی که فعال بودن یک رقم یک موقف ضد قانون اساسی و ضد دولت گرفته بودن و هر حرکت دولت و حکومت را مورد انتقاد و قرار میدادن و رد میکردن و از اون جمله هم همین موضوع را اونا مخالفت با میکردن و یاد یک عادت بود که مشترک بود در بین کلشان که تو کمتر کدام گروه را ما در وقت پیدا کرده میتونه که از فعالیت های حکومت طرفداری کرده باشه. بله، دلیل سوال مایی بود استاد که امی کسایی که امی اعتراض کرده عجیب بیخبر بودن. فکر نمی کنم چون هر کدام قدرت طلب بود فکر میکردن که با همی رد کردن و با همی موقف منفی میتونن که در بین ملت برای خود راه باز کنن و در آینده در قدرت سعی شوند. چنانچه بازپسان معلوم شد که بعض از همی گروه ها وقتی که قدرت برشان عرضه شد آمدن داخل شدن، مثلا گروه وجدالمیان اینا که همیشه ادعای وزیر داشتن که یک گروه مستقل هستند، وقتی که آقای میوندوال به حیث صدر اعظم به اینا پیشنهاد همکاری داد کلشان آمدن در حکومت داخل شدن و حزب وجدالمیان متهم کردن با حزب دموکرات مترقی آقای میوندوال و وقتی آقای میوندوال از قدرت افتاد پس جدا شدن و بر ضد آقای میوندوال شروع به تبلیغات کردن. بسیار خوب استاد، چقدر عالی و مستند که این احزاب چی ماهیتی داشته متاسفانه در افغانستان. پس اینا فقط به خاطر بهانه‌ای که حکومت بکوبن این گپا رو میزدن، ولی اطلاع داشتن که حوادث طبیعی در تمام کشورها که میایه یک سنت بین المللی است، یک رسم و رواج بین المللی است که با او کمک میکنه و طبعا قحطی یا خشکابی و مزمی جز آفات طبیعی است دیگه. بله، وقتی که افغانستان به این خشکسالی محیط مواجه شد و آقای شفیق به حیث رئیس او وزیر خارجه در حکومت دکتر ظاهرخان بود، وقتی که آقای شفیق به جهان پیغام داد که افغانستان به کمک ضرورت داره و کمک ها به افغانستان آمد، اینمی که بود که کدام کاری نکردن که افغانستان کدام ثروتش یا چیزیش در مقابل این کمک ها به فروش رسانده باشند یا در اختیار کسی گذاشته باشند، بلکه جهان از روی نوپروری و دوستی که با افغانستان داشتن کمک کردن و این کمک ها را حکومت دکتر ظاهرخان و آقای شفیق قبول کرد. فلذا یک رویه و روش بین المللی بود، نه کدام چیز خاص برای افغانستان. افغانستان هیچ چیز کم هم نمیشد از باعث یک دولت ملی. از اون خاطر اعتراض از این گروه ها فقط روی اغراض شخصی بود، نه از روی دولت سازی، از روی کدام علاقه عمیق به دولت و دولت داری.
بله بله. خب استاد، اصل این برنامه های ما و شما سر موانع دموکراسی بود که شما نکات بسیار جالب گفتین، من جمله مسئله زبان، دوم مسئله قحطی، چون که متاسفانه مخالفین دولت افغانستان به او حد و شعور سیاسی نداشت که به جای از اینکه ریاست طلبی را پیشه بکنه، اگر اونا به منافع ملی می اندیشید، خب طبعا دهه دموکراسی سردوچار او طور یک سرنوشت دردآور نمیشد و افغانستان فعلی یقینا آباد می بود. سر همین موانع اگر بازم نکاتی در ذهنتان میرسه که ناگفته مانده بگوین که باز در برنامه ششم بخیر اگر شما موافق باشین در کودتای داود خان برسیم. خب نکات عمده شما ذکر کردیم به صورت ضمنی، اما هر کدامش یک داستان داره که آدم میتونه بسیار زیاد دربارهشون صحبت کنه. ما مسائل داخلی رو گفتیم، مسائل بین‌المللی، مشکلاتی که آمد گفتیم که جهان متاسفانه هم این نوزت دموکراسی در افغانستان فراموش کردن و حمایت نکردن، مثل که شوروی ها اروپای خود کردن. همچنان از کوتاهی هایی که در پارلمان افغانستان بود صحبت کردیم، همچنان از مطبوعات افغانستان، رسانه ها و همچنان از گروپ های سیاسی که در افغانستان بودن و اونا تا کدام اندازه ضربات خراب بر پیکر دموکراسی وارد کردن. نه تنها کلشان نه، بعضی گروپ های خوب هم بودن که کمک میکردن. مثلا یکی از که طرف انتقاد کلی هم بود از روزنامه هایی که روزنامه بود به نام کاروان از آقای کشککی و آقای عبدالحق واله. اونا باز از دموکراسی حمایت میکردن، اوضاع بسیار به صورت آفاقی تذکار میدادن، اما بودن دیگرایی که باز تخریب میکردن و بحران شدیدتر میساختن. درباره هر کدامش آدم میتونه ساعتها صحبت کنه، اما چون وقت ما محدود است، اما تذکار هر مسائل را میکنیم و اگر در بعضی از اونها کدام توضیحات بیشتر لازم بود از در موقعش صحبت خواهیم کرد. بسیار خوب استاد. برنامه آینده ما دو پیشنهاد در ذهنم رسید. یکی در مورد امی آقای عبدالحق واله گفتین که موافقین دموکراسی و اونایی که ارزش دموکراسی را حقیقتا و خالصانه میفهمید میشه صحبت کنیم. پیشنهاد دومی که نکات را که شما میخواین در مورد امی نکات برجسته ای را و داستانایی را که گفتین گفتنی است، نکات برجسته ش میتونین در برنامه آینده صحبت کنین. دی برنامه ها رو وقتش به خاطر رعایت حال بیننده ها محدود میکنیم که ببینن، چون حوصله دیدن نمانده، متاسفانه گوش کردن نمانده. امو رقم که شما اشاره کرد. تشکر از شما استاد بزرگوار. بیننده های گرامی، تشکر از شما که تا این لحظه با رادیو کتاب بودین. رادیو کتاب از شما و در خدمت شماست. لطفاً برنامه های ما را انتقاد کنین. کسایی که مخالف نظر استاد فرهنگ است آزادانه میتونن اظهار نظر کنه. این بزرگوار خوشحال میشه و طبعا پالیسی رادیو کتاب می است که نظرات مختلف ضبط و پخش کنه. لطفاً با ما همراه شوین تا راهی صلح‌آمیزی به سوی آینده افغانستان آباد، آزاد و شگوفا پیدا کنیم و به مو طرف گام برداریم. ادبستان، یادآور آداب گفتار و نوشتار درست. درس‌های مختصری از دریای بیکران ادب فارسی. و زودی از رادیو کتاب. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.